هلو گایز، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. اگرم نیست بشه. بچه ها، من اونجایی که یه ویدیو خیلی قبل گذاشته بودم، یه ویدیو ماینکرافت سوروایوال، و دیدم خیلی ویو خورده، گفتم یه ماینکرافت سوروایوال دیگه هم برم. یه سیزن جدید میخوام شروع کنم از ماینکرافت سوروایوال. اسم مپم شما تو کامنت ها انتخاب کنین اگه کامنت هم درست شه، چون نمیدونم چرا کامنت ها هی بسته میشه و نمیتونم بازش کنم. هر کاری میکنم یه باگ خود یوتیوب فکر میکنم، چون من میزنم وقتی میخوام آپلود کنم میزنم کامنت ها باز، ولی بسته میشه. حالا شما لایک کنید و با لایک کردنتون نشون میدین که این سیزن رو دوست دارید، و اینکه منم سابسکرایب کنین. بزن بریم. خب بچه، من دارم زمین رو میسازم. اسم زمینم نوشتم نومودونم، و اگر دوست دارین پارت دوم نومودونم رو با کانال نیوا بریم حتما بگین. از اونجایی که من نمیدونم چجوری اون ویدیو انقدر ویو خورده بود، میخوام همون کارا که تو اون ویدیو کردم میکنم. واقعا تو اون ویدیو خیلی نوبتر بودم، نمیدونم چرا مردم احساس میکنم شما نوبا رو بیشتر دوست دارید تا من. خیلی بیشتر بلدم چیز میز. و بچه من من صدام گرفته به خاطر اینه که همین الان از خواب پا شدم و الان ساعت 7 صبح. و بله، ایشون هم همون کسی هستن که تو اون ویدیو با اون بودن، این ویدیو هم با اون بودن. کجاست؟ کو اسپان؟ ها ایناشن، ایشون. اوکی، پلنکشون کنیم. چوب، استیک، پیککس. من همیشه این سه تا جای اول خالی میذارم تا وسیله هامو بسازم. با استیک میزنم. بدو. ای بابا، بذار برسم اینجا دیگه. من تا اینجا دویدم، حالا همونجا خاموش میشه. بدو. ای بابا، چه مسخره. اوکی. خب کرافتینگ تیبل رو میکوبیم زمین. یه دونه پیککس چوبی میسازیم. بریم سراغ سنگ دیگه واقعا هر ماینکرافت پلیری تو روز اول باید حداقل وسیله‌اش سنگی باشه، اگه نوب نباشه دیگه. اون که نوبه که نمیدونم. بچه تو اینجا خیلی دایموند پیدا کردن سخته، برای همین من ولی آیرون پیدا کردن آسونه، چون دایموند رو باید بکنی بری پایین برسی به لاوا، و در کنار لاوا مثلا بری وسط لاوا رو بریج بزنی، مثلا یه اون ور لاوا یه دونه دایموند باشه. برای همین واقعا مثلا فول دایموند شدن اینجا سخته. و اون ماینکرافتی که اون سری پلی داده بودم هیچی واقعا نداشت، یعنی حتی اندر دراگون هم نداشت. و این حداقل اندر دراگون داره. این ولی یه بدی که داره بایم رف فارست نداره. رف فارست دیگه اون بایم که توش اندرمن اسپان میشه. بله، اون بایمون نداره و برای همین باید تو اوورورلد اندرمن بکشیم. و اندر دراگونش هم خیلی سخت داره نسبت به اونجا. وایسا دیگه تو. ایشون آقایی که مثلا میخواستن به ما کمک کنن رفتن کلا. تو اون ویدیو کلا وایساده بودم داشتم از نوبیم واسهتون میگفتم. حالا این ویدیو بذار یکم از خودم تعریف کنم. مثلا نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولش کن، چون بعدا میگی هه مثلا یکی میاد مینویسه تو کامنتات. آها راستی بچه ها، من نمیدونم چرا کامنت ها هم باز نمیشه. هر کارشون میکنه باز نمیشه، واقعا نمیدونم چرا. و من فکر میکنم اشکال از خود یوتیوب باشه، چون من میزنم وقتی میخوام آپلود کنم ویدیو رو میزنم کامنت ها باز همه این نظرات باشه، ولی نمیاره. نمیدونم دیگه، شما به بزرگی خودتون ببخشید، وگرنه من شما خیلی کمک میتونستی بهم کنین. مثلا خیلی چیزا رو میتونستی بهم یاد بدین که دیگه نشد. ولی ببینید خیلی واقعا آیرون خیلی آسون به دست میاد،
خیلی آسون به دست میاد. خیلی آسون به دست میاد. آها راستی بچه من ویدیو قبلی یه آقایی رو فکر کنم اینجا آیرون چانک آجی، البته آیرون چانک نیست، نه قد آیرون نداره، یک فردی به نام جناب آقای زیرنویس رو به بازی اضافه کردم، به بازی که نه به ویدیو هم اضافه کردم، چون اونجایی که من دیدم خیلی خودم سوتی میدم ایشون خیلی کمک میکنن. بله چه قار خوبیه. اتفاقی افتاده اون مثل اینکه اوکی زغال چش اسپایدر دیدیم اونجا، اینجا تورچ تورچ تورچ، اینجا یه اسپایدره. من دارم یه چش اسپایدر میبینم، قرمزیش دارم میبینم، شما هم داریم میبینین یا نه؟ توهم زدم. بذار من اینجا رو بکنم این زغالا رو. و بچه اینجا یعنی شما یه دونه دایمند پیدا کنید واقعا اندازه مثلا 10 تا دایمند یا 20 تا دایمند مثلا تو ماینکرافت 1.21، چون واقعا سخته دایمند پیدا کردن و خیلی هم همون دایمند مقاوم ترتون نمیکنه، یعنی آیرونی هم باشین مشکل پیش نمیاد. من میتونم برم ندر اگه نیفتم از فول دمیج نمیرم. ای بابا شیلدم نداریم بدبختی. ببینم خب من سریعا یه دونه فرنس بسازم آجی، دارم میمیرم. اینا رو بپزم بخورم اینا رو. نمیدونم چرا درسته که گوشت خوک حرومه ها، ولی احساس میکنم خیلی بهتر از بقیه گوشت است تو ماینکرافت. اگه شما هم همچین احساسی میکنین پس همین الان ویدیو رو لایک کن. تو رو خدا کسی نگید. گوشت بده گوشت 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 گوشت. اوکی بچه من یکی از هدفم این بود که این کانال زدم اون موقع یه روز نشسته بودم فکر میکنم تقریبا نمیدونم کی بود، سیزن 1 متاکرافت تازه اومده بود و من داشتم سیزن 1 متاکرافت رو میدیدم و گفتم چی میشه مثلا یه روزی باشه منم برم تو این متاکرافت و منم ویدیو بذارم چالش بذارم با بقیه یوتیوبرها. درسته الانم دارم مثلا با کانال نیو ویدیو میذارم ولی خب به چه درد میخوره. و اگه بشه و اگه ازم حمایت کنه خیلی ممنون میشم، چون یکی از هدفامه که برم تو متاکرافت. حال میده و شما هم قطعا حال میکنین. و اینکه یه هدفی هم که دارم، میخوام برم تو متاکرافت آدم کشی کنم اگه بشه. و بچه اینکه فکر میکنم یکی از دوستان با هم گفتش که نمیدونم کدومشون ای حاجی ویچ زدش گلس فقط میدیم ای حاجی کجا بود اونجا، یعنی ویچ متنفرم من ویچ باید همینجا واسیم تا این پویزنش بره دیگه. 40 ثانیه سلونس داده بهم یا ابوالفضل 40 وای گوشتم نیاوردم خدایا خدا بس دیگه. اوکی 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 گوشتم اونجاست ولش کن دیگه سگ خورد. کریپر الله اکبر بهتر که مردم نمردم خدا شکرت گازم کوفه نیستم. بده من این غذا رو دارم میمیرم دیگه خدا شکرت غذا. 18 تا آیرون داریم و بریم یکم پایین تر مثلا
اوکی بچه من اومدم اینجا پیش ایشون آقای هیروبراین، دیدم که اینجا یه جای کندم واسه خودشون دارن همینجور زندگیشون رو میکنن. گفتم منم بیام اینجا مزاحم شم. شما میدونستی این کار نوبانه ترین کاریه که میتونستی انجام بدین جناب آقا؟ رفتش قهر کرد. بچه ها من 39 تا آیرن جمع کردم که فکر میکنم خوبه دیگه، بسه برای اول بازی. و فول آیرن شیم فعلا. بریم سراغ ساخت خونه، یه دونه بیس بسازیم، نمیریم تخت بسازیم. بعد اگه بتونم من فقط برم یه دایمند پیدا کنم، چون واقعا خیلی سخته. یعنی شما نمیدونیم ولی خیلی سخته، چون حالا گل داسونه ولی دایمند واقعا خیلی سخته، واقعا خیلی سخت. اوکی میکنیم بریم بالا، یه 4 تا ماب بکشیم بیایم پایین. اوکی بچه یکی میگفت من داشتم این توضیح میدادم. ها این چیه دیگه؟ اینجا میخوان خونه بسازه. خب اینو من ندیدم، نمیدونم چجوری، فقط اومد. یکی از دوستان من گفتش که چرا ماینکرافت 1.21 نمیذاری؟ گفتم که چون تو ماینکرافت 1.21 باید، حالا گوشی من خیلی چیزش خوب نیست، رمش هم 64 گیگه و نصفش هم گرفته شده، برای همین اونو گذاشتم بریزم تو لپتاپم. اگه لپتاپم درست شه تو اونجا میگیرم و واسهتون با لپتاپ ویدیو میذارم. اینجا رو ترش گذاری کنیم فعلا. اوکی من نمیدونم این صدا اسپایدر تو کیو همینجور داره میاد، تو ماین همینجور داره میاد، هنوزم هست داره صداش میاد، نمیدونم کجاست یارو. خب اونجایی که خیلی زغال کم داریم مجبوریم چوب بزنیم زیر گاز. اوکی اوکی این از اینم بکنیم فکر میکنم بس باشه. اوکی اوکی من رو بپزم. بچه فکر میکنم که ویدیو تا الان خوب شده، یعنی من الان فول آیرن میشم و پارت 2 شو فکر میکنم با نیوا بذارم، یعنی با کانال نیوا بذارم، ولی اینکه اون چه جوری بیاد اینجا دیگه دردسریه. من از همین الان شوگر کینای چیزامو جمع میکنم که وقتی خواستم این چند کنم داشته باشم. فکر اقتصادی ولی حداقل باید 3 تا دایمند داشته باشم تا بتونم این چندینگ تیبل داشته باشم. و اینکه بدبختی این نسخه گیر کردم. بدبختی این نسخه اینه که بخوایم با ویلیجر چیز کنیم، ترید کنیم. چرا اینجوری دارم حرف میزنم ای بابات؟ میخوایم با ویلیجر ترید کنیم دیگه نمیتونیم شغلشون رو ورداریم بذاریم، چون انگار از قبل شغل دارن. ما وای میستیم آیرونامون پخت دیگه، این ویدیو تموم میشه تا بعدن و پارت بعدی رو با کانال نیوا میذاریم و فکر میکنم پارت 3 هم داشته باشه که اون پارت 3 رو باید تو کانال نیوا بذاریم. اگرم بشه شاید 4 تایی بذاریم دیگه، خود دانید. اگه یه لایک گرفتیم ویدیو تکی میذارم، یه لایک قطعا میگیره چون خودم میتونم لایک کنم. اگه 2 لایک گرفت با جناب آقای امیر عباس میذارم. اگه 3 لایک گرفت با کانال نیوا هم میاد، یعنی 3 تایی. اگه 4 لایک گرفت اون تمام اون کسایی که تو اون ویدیو پارکور بودن که هم اونا رو همه رو میارم، که یکیشون هم اسمش نیلو بود و قرار بود کانال بزنه، هنوز کارهای کانالش درست نشده. و
دیگه 5 لایک بگیره، نمیدونم دیگه 5 لایک بگیره یکی میاریم که ما رو بزنه بکشه، یعنی چالش داشته باشیم، یکم چالش. و اگه 6 لایک بگیره یه فرد فول دایموند، یعنی بهش یه ست کامل دایموندی میدیم و میفته دنبالمون و ما وقتی که اونجاست باید بیاریم ماینکرافت رو اسپید ران کنیم. اسپید ران که ما نمیتونیم کنیم ولی بالاخره تموم کنیم، حداقل تموم کردنم. این کار رو میبینی شما، این کار میگن نوبانه ترین کاری که شما میتونید انجام بدین برای ماین کردن. چرا؟ چون که به خاطر اینکه نه واقعا چون که شما داری میکنی میری پایین یا زارت میفته تو لاوا، میخوای چیکار کنی؟ نه نمیتونی هیچ کاری کنی مگر اینکه از قبل فکرشو کرده باشی مثلا فایر رز بگیری که شما تا نری ندر و بلیز نگیری که بتونی بسازی یا بری نری با پیگلین ترید نکنی نمیتونی فایر رز بگیری. پس اینجوری نکنیم، پلی بکنیم بریم پایین. بله 2 دقیقه بعد خودم همونجوری. نه ببینی تو این ارتفاعات حالا مشکل نداره ولی بخوایم بریم واسه دایموند بریم اون زیر پیرا نمیتونید با این بریم. اوکی 17 تا دایموند. وای میگم دایموند. خب فعلا باکت، چست پلیت و هلمت. هلمت یکی از چیزایی که خیلی سریع میشکنه و سریع ترین شکستن رو داره، فکر کنم از همه چیز سریع تر میشکنه. بعدش هم بوته، بعدش هم لگینزه، بعدش هم که چست پلیته. اوکی بچه ها واقعا اگه کسی میدونه که چجوری باید کامنت ها رو باز کنیم لایک کنه. نه بره مثلا تو ویدیو بیاین اصلا یه کاری کنیم، یه چالش. من کامنت ها رو اصلا اگه شدم واز نمی کنم، شما کامنت های ویدیوی منو بریم مثلا تو ویدیو یکی دیگه بذاریم، مثلا بریم تو ویدیو مستر بیست مثلا اسم کانال منو بنویسی این کامنت برای ایشونه. خب ببینیم چی میشه، چیز باحالی میشه. من میرم ویدیوهایی که تا جایی که میتونم، حالا مثلا ماینکرافت پلیرهای ایرانی هر کی که شد من میرم ویدیوهاشون میبینم، کامنتاشون رو میخونم. خب قطعا همه حوصله‌شون سر میرم میخونم و هر کی این کار کرده باشه فرداش تو ویدیو اسمشو میخونم. دمشم گرم. بیا آقای هیرو برام بیا این گوشت رو بخور. واقعا ایده جالبی میشه. فکر کنم مثلا بنویسید آقای امیر فالکون این کامنت برای شماست، بعد مثلا زیر ویدیو مثلا اسمایل یا ویدیو ریبیتای یا ویدیو نمیدونم هر کی تیمسار هر کی که میخواین. مثلا میرم میبینم یا اون زیر نوشته همچین چیزی. همین ماینکرافت پلیرها ایرانی بزنید اوکی دیگه، خیلی افراد چیز نذارید. مثلا یهو نریم واسه مستر بیست بذارین که فکر نمیکنم کسی این کارو کنه. البته بکنم اینقدر ماشاءالله مستر بیست چیز داره که من نمیتونم ببینم کامنتشو. بله اوکی کوکت پورک چاپ درسته؟ پورک چاپ کوکت پورک چاپ. بله ایشون اعتراض میکنم میگم مگه اینجا خونه تو، مگه خونه من و تو داریم ها، مگه خونه من و تو داریم ها مگه خونه من و تو داریم. وایسا شمشیر داره. وایسا نه وایسا بذار با هم صحبت کنیم. خب راستی بچه هر کی دوست داره یه فایت داشته باشیم با ایشون، خب با همین ایشون یه فایت داشته باشیم، خب به من بگه اینجوری لایک کنه. اگه 6 تا لایک بگیره این ویدیو با همین ایشون یه فایت داریم، با همین ایشون اوکی خب بچه ها بیا اینجا هیرو براین بیا اینجا، میخوام با هم خداحافظی کنیم. بیا اوکی بچه ها خدا نگهدارتون باشه.
خدافزی کن. خب بچه فکر میکنم به احتمال 100 به 90 پارت 2 رو میگیرم. یعنی دیگه شما میتونید 3 تا لایک بزنین دیگه، یعنی یه لایک. چقدر بیمزه من. اوکی، مرسی که این ویدیو رو دیدین. خدا